سلام و درود. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خیلی خوب باشید. من مهدی روح بخشم، اینجا لتس پلی. امروز میخوام 5 تا بازی بهتون معرفی بکنم که وجه اشتراکشون اینه که خیلی متفاوت نسبت به همه بازی‌هایی که وجود دارن و سبک و سیاقشون تقریبا توی هیچ بازی دیگه وجود نداره و یک تجربه کاملا منحصر به فردی رو بهتون ارائه میدم و کاملا متفاوت با همه بورد گیم هایی هستن که تا الان دیدید. البته بورد گیم که نیستن، جزو تیبل تاپ گیم ها حساب میشن، یعنی بازی های رومیزی هستن و خود بورد گیم ها زیر مجموعه از بازی های رومیزی حساب میشن. ولی خب این اشتباه مصطلحی هستش که جا افتاده و همه این بازی ها رو میگیم بورد گیم. ما هم بهشون میگیم بورد گیم، حالا خیلی سخت نمیگیریم سر این موضوع. و یک وجه اشتراک دیگه ای که داره اینه که خیلی ساده و کوتاهن. یعنی خب شما همیشه که نمیتونید بازی‌های طولانی و خیلی سنگین رو با همه بازی بکنید. مثلا نمیتونید با اعضای خانواده‌تون بشینید سایس بازی بکنید. به هر حال یک سری بازی‌ها هم هستن که شما تو زمان محدودتر میخواید با آدم‌هایی که سنشون بالاتره یا سنشون خیلی پایین‌تره یا فارغ از سن و سال توی زمان کمتر میخواید بازی بکنید و یک لذت خیلی سریع‌تری رو تجربه بکنید. این بازی‌ها دقیقاً مناسب همین جمع‌ها هستن و سادگی و کوتاه بودنشون و فارغ از سن و سال بودنشون انتخاب خیلی مناسبیه برای اینکه شما توی شلفتون داشته باشید و بتونید توی موقعیت‌های مختلفی ازشون استفاده بکنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این بازی‌ها، یه نکته خیلی کوچیکی رو خدمتتون عرض بکنم. ما توی لتس پلی و این چنل ویدیوهایی که اینجا ارائه میدیم و کاری که انجام میدیم رو بدون هیچ چشم داشتی و بدون هیچ انتظاری از شما و هر کس دیگه، فقط از روی علاقه و اینکه کمک به جامعه بورد گیم و علاقه‌مندان به این حوزه باشه داریم انجام میدیم. و تنها انتظاری که از شما داریم اینه که این چنل رو با بقیه هم به اشتراک بذارید و ما رو به دوستانتون، به هر کسی که میتونید دور و برتون هستن معرفی بکنید. حتما لازم نیست پلیر حرفه‌ای بورد گیم باشن، شاید با دیدن چند تا ویدیو از این چنل علاقه‌مند به بورد گیم بشن، ولی بزرگتر شدن این خانواده و دیده شدن بیشتر این چنل باعث زیاد شدن انگیزه ما میشه در وهله اول و در وهله دوم هم باعث میشه که ما بتونیم نظرات مختلف بشنویم و هرچی علاقه‌مندان به این حوزه بیشتر بشه و ویدیوهای ما بیشتر دیده بشه، بهتون قول میدم که ما با کیفیت بیشتر و حجم بیشتری میتونیم ویدیوها و محتواهای بهتری بهتون ارائه بدیم. مثلا الان هفته یه ویدیو داریم میسازیم، اگر تعداد بیشتر بشه و درخواست زیاد بشه شاید بتونیم هفته 2 تا ویدیو و بازی‌های بیشتری رو هم اینجا بهتون معرفی بکنیم، آموزش بدیم و کلی کارهای بزرگ دیگه میشه انجام داد به شرط نگاه شما عزیزان و هرچی این خانواده بزرگتر بشه میتونیم کارهای بهتر و قشنگتر و بزرگتری رو انجام بدیم. همونطور که توی چند ویدیوی اخیر به درخواست شما عزیزان اگر آموزش بازی خاصی رو، معرفی بازی خاصی رو میخواستید، اگر شرایطش بوده حتما تو سریع‌ترین فرصت این کار رو انجام دادیم و این ویدیوها رو هم خدمتتون ارائه دادیم. پس تنها درخواست من از شما عزیزان اینه که این چنل رو با هر کسی که میتونید به اشتراک بذارید، توی گروه‌های مختلف بفرستید و سعی بکنیم که این خانواده رو بزرگتر بکنیم تا بتونیم محتواهای بهتر و بیشتری رو خدمتتون ارائه بدیم. خیلی ممنونم از حمایت همیشگیتون و امیدوارم که از این به بعد بیشتر هم بشه. با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن توی چنل و معرفی کردن به افراد بیشتری بهتون قول میدم که اینجا هم بتونیم کارهای بهتر و بزرگتری رو با همدیگه انجام بدیم. خب زیاد وقتتون نگیرم، بریم سراغ معرفی 5 تا بازی جذاب و بسیار متفاوت. ریفرف یک بازی بسیار ساده، خلاقانه و تعادلیه. یکی از معروفترین بازی‌های تعادلی حساب میشه. این بازی تشکیل شده از یک سری قطعه‌های چوبی و مقوایی که روی باکس خود بازی سراهم میشه
روی این کشتی از عدد 1 تا 10 توی جای مختلفش نوشته شده. به همون نسبت هر بازیکن هم از عدد 1 تا 10 کارت توی دستش داره. همه بازیکن ها کارتاشون رو نگاه میکنن و به انتخاب خودشون یکی از کارتاشون رو به پشت همزمان با همدیگه جلوی خودشون بازی میکنن و بعد کارتا رو میکنن. کسی که بالاترین عدد رو بازی کرده باشه باید یکی از وسایل قطعه‌های چوبی که جلوش هست رو انتخاب بکنه و روی یکی از قسمت‌های کشتی متناسب با عددی که بازی کرده قرار بده. هر بازیکن 8 قطعه چوبی جلوش داره و اولین بازیکنی که بتونه همه قطعاتش رو روی کشتی بذاره برنده بازی میشه. خب به تبع اون با گذاشتن قطعات مختلف روی کشتی هی کشتی سنگین‌تر میشه و تعادلش ممکنه که به هم بخوره. اگر توی نوبت شما باعث بشید که هر وسیله‌ای از روی کشتی بریزه روی زمین یا روی میز، اون وسیله جلوی شما میاد و کار شما در ادامه سخت‌تر خواهد شد. ولی اگر شما موفق بشید هر تعداد از این وسایل روی هوا بگیرید، اون وسایل از بازی خارج میشن و دیگه جلوی شما قرار نمیگیرن. همینطور هی بازی میچرخه و همه باید وسایلشون رو به نسبت عددهای مختلف روی جای مختلف کشتی بذارن تا بتونن زودتر از بقیه برنده بازی بشن. این بازی 2 تا 4 نفره است، ولی خب شما میتونید با تعداد 1 نفر یا بیشتر از 4 نفر به صورت تیمی هم حتی بازی کنید به صورت دل بخواهی. یک بازی بسیار ساده است، توی چند ثانیه میتونید به بقیه توضیح بدید و ساعت ها میتونه شما رو سرگرم بکنه. مناسب برای هر سن و سالی است. خیلی بازی هیجان انگیزیه چون تعادل کشتی توی لحظاتی که وسایل روش زیاد شده خیلی شکننده است و ممکنه که خیلی هیجان و استرس بالایی براتون داشته باشه. در کل بازی خیلی لذت بخشیه. از اون دسته بازیاست که شما حتما باید توی شلفتون داشته باشید و توی هر زمان مناسب میتونید با هر آدمی که دوست داشته باشید این بازی رو انجام بدید و ازش لذت ببرید. سافرانیتو یه بازی 2 تا 4 نفره بسیار زیبا، جذاب و خلاقانه است. توی این بازی یک سری کارت رسپی وجود داره که روی هر رسپی 3 تا ادویه هست. شما باید ادویه های مختلف رو به دست بیارید و با تکمیل کردن اون ادویه های اون رسپی کارت اون رسپی رو بردارید و جلوی خودتون قرار بدید. اولین بازیکنی که موفق بشه 3 تا از رسپی ها رو تکمیل بکنه برنده بازی میشه. برای به دست آوردن ادویه ها هم روی برد بازی یک سری کاسه وجود داره که هر ادویه هستش و هر بازیکن 6 تا ژتون داره. روی هر ژتون از عدد 10 تا 60 نوشته شده: 10 20 30 40 50 و 60. به نسبت اینکه چقدر اون ادویه برای شما ارزشمنده و چقدر شما پول در بازی دارید، میتونید یکی از اعدادتون رو انتخاب بکنید و روی ادویه مناسب خودش پرتاب بکنید. این پرتاب کردن باید از خارج از برد انجام بشه و شما ژتونتون رو پرت بکنید تا به اون کاسه ادویه برسه. برد بازی یک حاشیه‌ای داره که شما با پرت کردن ژتون ها میتونید از اون حاشیه هم استفاده بکنید و روی اون کاسه مورد نظر خودتون قرار بدید. همینطوری هر بازیکن توی نوبتش یکی از ژتون‌هاش رو پرت میکنه و میتونید با این مکانیزم حتی ژتون‌های بقیه رو بزنید، از قسمت‌های مختلف خارج بکنید. و حالا مثلا برای مثال فرض بکنید که یک تعدادی ژتون روی ادویه‌های مختلف وجود داره. بعد از اینکه همه بازیکن ژتوناشون رو پرت کردن، این ژتون‌ها برمیگرده و بازیکنی که عدد بالاتری رو روی اون ادویه قرار داده باشه میتونه هزینه‌اش رو پرداخت بکنه و اون ادویه رو برداره. مثلا الان برای نعنا من ژتون 30 انداختم که بیشتر از حریفم هست و میتونم با پرداخت کردن 30 تا پول یک ادویه نعنا رو بردارم و به دست خودم اضافه بکنم.
علاوه بر این کاسه های ادویه 4 تا آیتم دیگه وسط بورد وجود داره که خیلی جذابتر میکنه بازیش و پرت کردن ژتون روی اینا خب سخت‌تره طبعا، ولی خب اگر که این کارو بکنید امتیاز بهتری میگیرید. مثلا اینجا میتونید یک ژتون بیشتر پرداخت بکنید یا میتونید یک کارت ادویه خاصی رو بردارید به انتخاب خودتون و توی دستتون قرار بدید، یا مثلا با این آیتم شما میتونید یک کارت رسپی رو جلوی خودتون رزرو بکنید تا بقیه بازیکن‌ها نتونن اون رو تکمیل بکنن، یا میتونید شما به عنوان سرآشپز تعیین بکنید که توی ژتون هایی که مساوی بودن چه کسی اون ادویه رو برداره. و در کل سافرانیتو خیلی بازی خلاقانه و جذابیه، خیلی ساده است. تنها مکانیزمی که داره همین پرت کردن ژتون ها روی برد که تقریبا میتونم بگم توی هیچ بازی دیگه وجود نداره، ولی خب با همین یک مکانیزم ساده بازی بسیار خلاقانه و فوق العاده ای رو ساختن که بهتون توصیه میکنم که حتما این بازی رو تجربه بکنید و ازش لذت ببرید. تلستریشن خوراک جمع‌هایی که علاوه بر بازی کردن میخوان خنده و شادی و لحظات فانی هم داشته باشن. این بازی تشکیل شده از 8 دفترچه، بازی 4 تا 8 نفر است. هر بازیکن یک دفترچه میگیره، روی دفترچه اسمش رو مینویسه و یک کارت هم دریافت میکنه. یه بار تاس رو میندازید و عددی که روی تاس مشخص شده کلمه‌ای هستش که روی این کارت وجود داره و شما اون کلمه رو توی صفحه اول دفترچه‌تون مینویسید. بعد دفترچه به نفر سمت چپی میدید و خودتون هم دفترچه نفر سمت راستی رو میگیرید. کلمه‌ای که نوشته شده رو نگاه میکنید و توی صفحه بعدی نقاشی اون کلمه رو یعنی تصویرش رو میکشید. دوباره دفترچه به نفر سمت چپیتون میدید و دفترچه جدیدی هم که خودتون گرفتید حالا باید تصویر رو نگاه بکنید و توی صفحه بعدی برداشتتون از اون تصویر و کلمه‌ای که به نظرتون میاد رو بنویسید و باز دفترچه به نفر سمت چپی بدید. انقدر این کار تکرار میشه تا دفترچه شما یک دور بچرخه و همه کلمه رو حدس بزنن و تصویرش رو نفر بعدی بکشه و در نهایت دفترچه شما به خودتون میرسه و آخر سر یک تصویری میبینید که احتمالاً شبیه یا اصلا شبیه به اون کلمه که اولش نوشتید نبوده و میتونید توی صفحات مختلف هم ببینید که این رونده چجوری طی شده و کسی که نقاشیش خوب نبوده یا مثلا از اون تصویر یک برداشت خیلی خاص دیگه ای کرده باعث میشه که کلمات و تصاویر خیلی اتفاقات جالبی براشون بیفته و کلی سرگرم کننده است و لحظات خنده‌داری رو براتون رقم میزنه. این بازی خیلی ساده است، فقط تشکیل شده از چند تا دفترچه و یک سری کلمات که شما میتونید حتی بدون نیاز به این بازی هم با یک سری کاغذ و خودکار هم این بازی رو انجام بدید و حتی از کلمات دل بخواه خودتون و کلمات خنده‌دار هم استفاده بکنید. اتفاقا اونجوری باحال‌تر هم میشه، تصویراش خیلی خنده‌دارتر میشه. در کل تلستریشن خیلی بازی خوب و جذابیه، مناسب مهمونی‌ها و پارتی گیمه. در واقع شما میتونید با جمع‌های مختلف با سنین مختلف بازی بکنید و کلی چالش‌های خودتون رو هم وارد بازی بکنید که عمیقاً یه بازی خیلی جذاب و خنده‌داری براتون خواهد بود. امیدوارم که این بازی رو تجربه بکنید و ازش لذت ببرید. اسکول از اون دسته بازی هاست که خیلی بانمک و جذابه و حتما باید تجربهش بکنید.
بازی تشکیل شده از یک سری جعبه مختلف که همش توی همدیگه میرن و توی یک همچین باکسی جا میگیرن. بعد از اینکه این باکس ها رو از همدیگه جدا کردید به همدیگه متصل میشن و از طریق یک سری دروازه به همدیگه راه دارن. هر بازیکن یک پنگوئن داره به رنگ خودش و این پنگوئن ها خیلی مکانیزم جالبی دارن. پایینشون سنگینه و میتونن که حرکت بکنن توی مسیر. و یکی از بازیکن‌ها، یکی از پنگوئن‌ها به عنوان ناظم دورتر از بقیه پنگوئن‌ها قرار میگیره و باقی پنگوئن‌ها باید از این قسمت مسیرشون رو شروع بکنن و توی مدرسه دور بزنن. از توی دروازه‌ها باید رد بشن و اگر که بتونن ماهی‌های رنگ خودشون رو بردارن، برنده اون دور از بازی میشن. یعنی هر بازیکنی که بتونه 3 تا ماهی از رنگ خودش رو برداره، برنده اون دست از بازی میشه. اگر زودتر از اونها ناظم بتونه به اونها برسه و خودش رو به اون پنگوئن ها بزنه، آیدی کارت اون پنگوئن رو برمی‌داره و بعد از اینکه بتونه هر 3 تا آیدی کارت رو جمع بکنه، ناظم برنده اون دور از بازی شده. هر بازیکنی که برنده بشه، چه آیدی کارت بگیره چه ماهی برداره، یک کارت امتیاز دریافت میکنه. این کارت های امتیاز آخر بازی تعیین کننده بازیکن در کل بازی خواهند بود. این مکانیزم حرکت کردن هم خیلی جالبه. شما میتونید به پنگوئن ها ضربه بزنید و توی مسیرهای مختلفی حرکت بکنن. حالا جذابیتش اینه که خیلی میتونید حرفه‌ای تر و تریکی تر بازی بکنید. به عنوان مثلا میتونید یک پنگوئن رو بزنید و از مدرسه خارجش بکنید. به پنگوئن ضربه بزنید و توی مسیرهای مختلف حرکتش بدید. ولی با تمرین بیشتر میتونید خیلی حرکات حرفه‌ای تر هم انجام بدید. مثلا با یک ضربه ممکنه پنگوئن شما از چند تا دروازه عبور بکنه یا حتی طی یک حرکت دایره‌ای کل دروازه ها رو توی یک ضربه عبور کنه ازشون. یا مثلا میتونید به سر پنگوئن ضربه بزنید و از چند تا دیوار ردش بکنید تا برسه به اون دروازه‌ای که میخواید یا از ناظم خیلی فاصله بگیره. در کل خیلی جذاب بازی آیسکول. آیسکول 2 هم وجود داره که میتونید با این ترکیبش بکنید و با تعداد 8 نفر هم بازیش بکنید. این بازی 2 تا 4 نفر است ولی خب توی تعداد بالاتر خیلی جذابتر هم خواهد بود و اگر که 2 تا نسخه رو با هم ترکیب بکنید حالت مسابقه‌ای و کلی حالتهای دیگه هم خواهد داشت. در کل آیسکول واقعا بازی خلاقانه و جذابیه، مخصوصا این مکانیزم پنگوئن‌ها و ضربه زدن‌هایی که دارید و حرکت‌هایی که می‌کنید و همینطور فرار کردن از دست ناظم و گرفتن ماهی‌هایی که توی دروازه‌های مختلف مدرسه هست. خیلی کلاً تجربه منحصر به فرد و جالبیه. امیدوارم که این بازی رو هم تجربه بکنید و ازش لذت ببرید. بازی کاتاپولت کینگدام یک بازی بسیار جذاب و خیلی فانه. با استفاده از قطعاتی که توی بازی وجود داره شما باید یک قلعه بسازید. استحکام قلعه رو خودتون باید تعیین بکنید و با استفاده از خلاقیت خودتون بتونید یک قلعه قرص و محکم توی بردی که برای شما در نظر گرفته شده بسازید و آدمک ها و نیروهاتون رو هم روی قلعه قرار بدید و با استفاده از وسایلی که توی بازی دارید مثل منجنیق و حالا ابزار دیگه و با استفاده از این توپ های سیلیکونی که در بازی وجود داره باید به قلعه همدیگه حرکت بکنید و بتونید قلعه طرف مقابل رو خراب بکنید و بازیکنی که بتونه زودتر از بقیه، یعنی زودتر از تیم مقابلش و حریفش، نیروهای اون تیم از روی قلعه زمین بندازه برنده بازی میشه. این یک بازی 2 نفره است ولی خب شما میتونید به صورت تیمی همین بازی رو انجام بدید. یک سری کارت هم توی بازی وجود داره که اکشن های مختلف بهتون میده ولی خب خود بازی بدون اون کارت ها انقدر جذاب هستش که شاید اصلا به کارت ها هم نیاز پیدا نکنید. اگر از خود بازی خسته شدید میتونید از اون کارت ها
هم استفاده بکنید و بازی رو به بهترین نحو ممکن انجام بدید. و خوبی این توپ هاش هم اینه که سیلیکونیه و خیلی آسیبی به جای نمیزنه و شما میتونید به راحتی بازی رو انجام بدید. خیلی امن و راحت، خیلی بازی لذت بخشیه. باید نشونگیری خوبی داشته باشید، باید مهندسی خوبی روی ساخت قلعه‌تون داشته باشید تا بتونید از نیروهاتون محافظت بکنید و البته بتونید که به طرف مقابل هم حمله بکنید و اونها رو از پا در بیارید. کاتاپولت کینگدام خیلی بازی جذابیه. 2 تا اکسپنشن دیگه داره که ابزار مختلف و قطعه‌های بیشتری توش هستش و همچنین کارت‌های بیشتر. امیدوارم که این بازی رو هم تجربه بکنید و مثل بقیه بازی‌ها ازش لذت ببرید. امیدوارم که از ویدیوی امروز هم لذت برده باشید، با این 5 تا بازی آشنا شدید و امیدوارم که اگر تونستید بازیشون بکنید و ازشون لذت ببرید. بازی بسیار ساده، جذاب و البته خلاقانه‌ای هستن. یکی از دلایلی که این 5 تا بازی رو بهتون معرفی کردم دلیلش این بود که ببینید چقدر با ابزار ساده و امکانات ساده‌ای میشه بازی‌های خیلی جذاب و خلاقانه‌ای ساخت. همیشه نباید ما تمرکزمون رو بذاریم روی کپی کردن و دزدی کردن از طراحا و بازیسازهای خارجی. خودمون هم میتونیم یه ذره خلاقیت به خرج بدیم و از این بازی‌ها الهام بگیریم و بازی‌های خیلی خوبی رو توی کشورمون تولید بکنیم. هر کدوم از این بازی ها خیلی ساده هم، میتونید با هر جمعی با هر سن و سالی که خواستید بازیشون بکنید و به نظرم بودن یک همچین بازی هایی توی شلف هر کسی و توی هر خونه ای لازمه. یادتون نره که ما رو حمایت بکنید، ما رو به دوستانتون معرفی بکنید، چنل ما رو برای بقیه بفرستید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب بکنید و کامنت بذارید برامون که ویدیوهای از این دست بتونیم بیشتر براتون بسازیم و با بازی های مختلف آشنا بشید و میتونیم حتی آموزش کامل هر کدوم رو هم اگر دوست داشتید توی چنل قرار بدیم. ویدیوهای بیشتر و آموزش‌های بیشتر رو توی چنل ببینید. میتونید زنگوله رو هم روشن بکنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید از اون هم با خبر بشید. هر هفته اینجا ویدیوهای جذابی از آموزش، معرفی و آنباکس بازی‌های مختلف براتون داریم و انشالله در ادامه با ویدیوهای جذابتر و بهتری در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون که با من همراه بودیم. به امید دیدار.